بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت بارش. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر شما زنان را پیش از آن که با ایشان آمیزش جنسی برقرار کنید یا برایشان مهر تعیین کنید طلاق دادید، با شما گناهی نیست، اما به ایشان متاع مناسب بدهید. توانگر مطابق به توان خود و نادار هم مطابق به توان خود، متاع موافق به قانون شریعت، و این حقی است بر نیکوکاران. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. و اگر ایشان را پیش از آمیزش جنسی و بعد از تعیین مهر طلاق کردید، پس در این حال دادن نصف مهر به ایشان لازم است، مگر آنکه زنان یا کسی که در امر عقد نکاح صاحب صلاحیت است گذشت نماید. و اگر گذشت کنید یعنی مهر را کامل بدهید، به پرهیزگاری نزدیکتر است. و سخاوت و نیکویی را در میان خیش فراموش ننمایید، حقا که خداوند به آنچه میکنید بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برای ادای نمازها مخصوصا نماز میانه شدیداً مراقبت ورزید و با خضوع و خشوع به حضور پروردگار خیش بپا خیزید.